به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان، به نام خدایی که جان آفرید، حکیم سخن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. انا امروز موضوع از خاتم الاسامی رحمت الله علیه، یعنی 4 چیز وقتی که انسان دعوا میکنه بغیر از 4 چیز، بس دعواش دروغ است. خاتم اسامی رحمت الله علیه گفتند من ادعا اربعه بلا اربعه فدعواه کذب. کسی که گفتن دعوا کنه 4 چیز به 4 چیز، بس دعوای گفتن دروغ است. من ادعا حب الله ولم ينتهي عن المحارم الله تعالی فدعواه کذب. کسی که دعوا کنه که البته خدای تعالی را دوست می‌دارم، یعنی خدا ربی من گوه، آفریدگاری من گوه، و خودش از حرامات نگه نداره، از حرام کرده الله تعالی اگر خودش نگه نداره، بس دعواش گفتن دروغ است. یعنی برای خدای تعالی را ما شما دوست داشتن، باید که انشاءالله خدا چیزی که حرام کرده در قرآن عظیموشن، باید که چیکارش کنیم؟ حرام دانیمش. چیزی که الله در قرآن کریم چیکار کرده؟ برای ما شما حرام کرده. مثلا عرق حرام، زنا حرام، غیبت حرام، دروغچگی حرام، مال کس خوردن حرام، از ترازو زدن حرام، نمیدین؟ چندین به خدا شرک آوردن و هاکذا چیزی که خدای تعالی حرام کرده. ای هوایی که خدا خودت که نگه نداشتی، همون کاری که انسان با کردی، توی نعرق دادی، یا که غیبت کردی، تهمت کردی، بهتان کردی، زنا کردی، دعوا چی بده؟ دروغ. برای دعوا رسیدنش خدای تعالی حقی اگر الله های من گویا اگر چیکار میکنیم؟ حرامات خدای تعالی چیکار میکنیم؟ دور میشینیم. خب من ادعا حب النبی علیه السلام و کریه الفقراء والمساکین فدعواه کذب. کسی که دعوا کنه که محمد پیغمبر منه، محمد صلی الله علیه و سلم، چی گویم؟ یعنی من دوست می‌دارم محمد، خدا خواهد پیغمبری من دوست می‌دارم، لیکن بیوه و بیچاره کمبغل ها را اگر انشاءالله بد بینه، بس دعوی به دروغی گفتن. باید که انشاءالله خدا خواهد ما چی باشیم؟ البته کمبغل ها را دوست داریم، بیچاره ها را خدا خواهد محتاج ها را و چشم نفرت نبینیمش، بدیل را بد نبینیم انشاءالله خدا خواهد. اگر این مسئله برای ما شما باشه کمبغل را دشمن داریم، دعوای ما شما دروغه محمد دوست داشتگی تو. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم همنشینش بچی بود؟ فقراها بود، کمبغلا، بیچارا، یتیما، کتی همنشین محمد صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین باید که ما شما انشاءالله خدا خواهد همسایه‌مون کمبغل باشه، با چشم بد نبینیمش. داریم؟ کمبغل کی میکنه؟ الله میکنه. همه بویم الله میکنه، خورم الله میکند، زارم الله میکند، همه چیز به اذن چی میشه؟ الله سبحانه و تعالی میشه. او سلطان هر چی خواهد او کند و همین خیلی پاشوه که هر چی خواه میکنه. خواه از من یک دم دیکن، خور ظلم که میپرته، یک دم ده. برای خدا خواهد ما ای دستمون بیا انشاءالله و برای چکا کنیم؟ نوازش کنیم خدا خواهد انشاءالله. ای دستمون خدا خواهد گپی خوب بزنیم. این خنده نیست. روز میشه که ما هم کم بغشتن ممکن نیاته.
انسان یک خیل نمیره چون که دنیای فانیه نیاد نبرار. هر روز آش نمیخری، گاه شربو میخری، گاه شعله میخری، گاه شیله میخری. حیات هم خیله، حیات مجبورت میکنه نیاد نبرار. برای همین انشاءالله محلانه باشه خدا خواهد بچهش اینوقت نبینشه گپی خوب معاملت کرنگی باوی. این کم بغل اولی آدم هایی که ماشین فخر کرده کم بغل رو خدا خواهد پسند نمیکنه. یا خدا خواهد لباس فخر کرده این خودش کیه؟ یا ماشینش فخر کرده این خودش کیه؟ نه هم انسانه وای هم بنده خدا های بلکه وای ایمان در قدش پیش الله بلنده. گفتی شعر میاد که بزرگای اسلام کس نمیداند در این بحری عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. من قدرم بلنده می این برادر قدرش بلنده می فقط الله میدونه. دوره می آدم هایی که خدا خواهد انشاءالله دعاش الله اجابت میکنه. آدم هایی که به حق رسیدگی لیک خچه اظهار نمیکنه. برای به هر کسم هنر و به هر کسیش کلمه شود. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم که دوست داراش کم بغلا بود باید ما چی داریم؟ کم بغلا البته انشاءالله خدا خواهد دوست داریم. سیوم من دعاه بالجنه ولم یتصدق فدعواه کذبون. کسی که گوه که خدا خواهد من جنت رو دوست میدارم انشاءالله آینده چیکار میکنم؟ جنت میدارم. لیکن صدقه نکنه گفته خیر احسان نکنه گفته هم کم بغلانده بیچارانده دعواش گفته دروغه جنت دوست داشتنش. دمی برای ما جنت دوست داشتن انشاءالله از مالهای بهترین رو چیکار کنیم؟ خیر کنیم احسان کنیم انشاءالله خدا خواهد. بیچاره کم بغلانده تو نمی خدا خواهد از خودمون زیادیتی هست می انشاءالله خدا خواهد انشاءالله خیر کنیم. چه که روز گفتیم که مثال سخاوتمندا انشاءالله یکم جنت میدرایم. الحمدلله. برای همین خدا خواهد قدر امکان یک سوم داریم، 10 سوم داریم، 3 سوم داریم خدا خواهد گاه ها خیر کردن برمیز. حتی میگه پیامبر اسلام از صدقه ترد البلاء و تزید العمر. حتی صدقه بلا را دور میکنه عمر را زیاده میکنه. تا همین درجه خیر احسان فضیلت داره. بدادن کم نمیشه نترسش ما. بدادن دنیاش مکم بدادن زیاد میشه. بدادن الله سبحانه و تعالی برکات میته عمرش مونده رزقش مونده کسب و کارش مونده الله. ببینین برای همین اگر جنت دوست داریم چیکار میکردیم؟ انشاءالله البته قدر امکان اول خیشه افضل صدقه یکم خیش نکه میگرد. همین که خیشات رو میبینی امکات و طاقات و خالات و گیم که بچه های امکات رو میبینی اگر هوای محتاجتر باشن چیکار میکنین؟ هوای نمیدیش. انا اگر بای باشه با چیکار میکنین؟ انشاءالله خدا خواهد بعد بیگونه نمیدیش. من اگرم که اگر قزل قیاق نسبتی ما اگر کم بغلتر باشد و یا دادن افضله. نمیدین؟ خیر احسانه هیچ وقت خدا خواهد انشاءالله نترسیم. یک سوم داریم، 2 سوم داریم، 3 سوم داریم که خدا خواهد یک سوم در الله 10 سوم کرده گرد نمیتیم. وعده الله سبحانه و تعالی. من دعا خوف النار ولم ينتهي عن الذنوب فدعواه کذب. کسی که میگه دعوا کنه که من از دوزخ خوف دارم میترسم که الله من دوزخ نداره لیکن میگه ای گناه اگر خودش نگه نداره بس دعوای و دروغه. که دانوز بچه ها که تیم صبح شده میگه اکثری نماز خونه میگه سیگارت میکشن. بعضی نماز خونه میگه داملا در مرکه هایی که فساد است عرق میتین گاه ها عرق مینوشن.
نماز خون. یا نماز خون خونش عرق دو هست. خودش نماز خون. این دعواش من ای دوزخ میترس دیگه و دروغه وی. اگر ای دوزخ وی بترسه این سه که خدای تعالی گیم که حرام کرده عرقه نمیتیه انشاءالله خدا خواهد. یا زنا نمیکنه یا دزدی نمیکنه یا فریبگری نمیکنه. از گناه اگر خود تکی نداشتید دیمت دعوات چی بوده است؟ دروغ. برای همین ما شما میترسیم گیم حقیقی ترسیم. حقیقی میترسگی ای گناه چی میشه؟ دور میشه خدا خواهد انشاءالله. همین 4 چیزی که خدا خواهد حاتم عصم رحمهم الله ذکر کردن از این چی میشوی؟ انشاءالله خدا خواهد دور میشوی. ایلا نشوی دعوا چی بده همش؟ پچ. دعواها دروغ. شما خیال میکنیم که فقط ما با یک تا گیم که نماز جنت میدونیم بگیم خیال میکنیم. نه، این نماز یک ریشه است. نمیدونی؟ ریشه. من یک درختم چی داره؟ ریشه داره، بعد تنه داره، شاخ داره، برگ داره، گل داره، چی داره، بعد میوه داره. تو نمی؟ این نماز ریشه بدن بعد یعنی عملها با چکو میکنیم دور میشویم. لیکن نماز خونی با یعنی عملها کنی وای نماز نیست وای. نمازت میگه گر از سری صدق و صفا نیست اگر در کعبه گذاری روا نیست. اگر نماز اطلاقات به همین گناه آغشته باشه و نماز تعالی قبول نمیکنه. چون که خدا قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. میگه نماز شما را از کارهای بیشرم و حیاگی باز میداره. اگر که نداشتید وای نماز نیست. با نماز خونی گناه کنی من میدونم باید چی میشه. اونا طوری می برای من انشاءالله خدا خواهد شما نماز خون شیم انشاءالله نماز خونی شیم خوب شیم انشاءالله خدا خواهد. چون که نماز با پاکی انشاءالله با تازگی با آزادگی انشاءالله خدا خواهد نزد الله خدا خواهد قبول میشدگی درجه کتی انشاءالله خدا خواهد طاعت عبادت کنیم. صدها افسوس لیکن اکثر مردمی ما همین خیلی است. اکثرش بعضی ها فقط جمعه میخونن خلاص همه وقت نماز نمیخونن. بعضی ها خدا خواهد یک عید نمیانه که من خدا خواهد یک موبت اسلامون اگر خدا قوت یا روزه داریم اگر بعد عید نه این نه کوچه میمونه نه بندرگاه میمونه که هم یک ساله گناهشو بند میشوه با 2 سال تو عید دیگه بعد با خواه میره نماز نخونده. ای واجبه وی فرد انجا استاده. نمازی دویم ستاتیه وی یکم ستاتیه فرض میسته بعد واجب میسته. نمازی واجبه خداش نفیرب میکنه وی. شما خیال میکنه که ما الله فیرب میکنه. نه الله هم خیل فیرب میکنه که ولی فقط قیامت هیچی نمیشه. هیچی نیست در خدا خواهد نام اعمالت چون که میشوش. برای همین برادر اهل اسلام انشاءالله خدا خواهد 4 چیزی که ذکر کردیم همه ما انشاءالله خدا خواهد باید که انشاءالله عمل کننده باشیم خدا خواهد. دیگر برادر را بینیم گویا میشه برادری کار درست نیست تو بطور مسلمان ما پناه میکنن اکثر چیزا لیکن اکثر شما میبینیش. من هم رشته‌ها بعضی‌هاش نفرت کردم که اون در سوخت در نی ماشین نشتن نه رشته سیگارت کشته شده های میزه باوی
ریشامده انمقه به این ملو سیگارت کشیده و بطورش با مجاهد بطورش با ما پریزنار نمیکنه و به حق رسیدگی وجه. این در نزد مردم این خنک چیزه. ازمت نه اگر من خدا خواهدشم یک کوچه برمده یک توی شعب رفته اگر خدا خواهد استل نشینم یک برچککش نه خدا خواهد مردم منو با کدوم چشم میبینن فکر کن. این چشم حقارت آمیز میبینن یا نمی کاری که انشاءالله خدا خواهد در اسلام ریش داریم که تا خیچمون دسته گیم که سکه پای مسجد مثلا کاری که مینوس اسلام کار نکن یا نطوری می در راه حقارت میگه ریشش فلان نه هم نخواه خون هم نماز شما ضربه با اسلام میزنیم ضربه با پیغمبر بزرگ ضربه با قرآن میزنیم. در جای جمعیتی خدا خواهد شما همچی یک چی باشید یک مثال گمده انگشتر نکو چله رو انگش باشه خدا خواهد. من پیغمبر نگین میگم نگینه با نگینه چه چشمکشه من شما نماز خونه همچنان چشمک همون نگین باشیم در بین مردم در بین قوم و جمعیت. من بعضی دوملا خطا دارن در این اینترنت ها میبینه همین سال خطای عادی ترین میکنن لیکن تمام مردم نفرت داره یا نمی گرچه او کار در شریعت درست باشدم لیکن نزد مردم خنک او چیز خنک نمایمیتیه انسان ها بعدت میبینن الله بعدت میبینه الله بعدت بینه در قلب مردم ها بدیه میاندازد بعد هرگز سفید نمیشه حرکت میکنه لیکن علاج نیست. برای من ایهازی برادرها انشاءالله خدا خواهد عبادت کنه پیوسته بعد عبادت باشه دائم طاعت کنه انشاءالله خدا خواهد از گناه ها پرهیز کنه چیزا خدا خواهد نمونه عبرت چه هممون انشاءالله در بین قوم و جمعیت. برای من هم چیکار کنیم احتیاط. برای من که احتیاط نیمی حیات داریم احتیاط نکنی خطت دور نمیره خطت هر جار جور نزدنگی تیز نابود میشه. اما خطت چقدر احتیاط کنی انشاءالله همون قدر چی دور میریم انشاءالله خدا خواهد. بعد افسوس میکنیم لیکن افسوسیش سود نداره برادر. برای حرکت کنیم مهم مبارکم هسته الحمدلله به عدد شکر خدا خواهد من 4-5 روزه که دیگه موند انشاءالله که همون تیاری انشاءالله خدا خواهد به نمازها تیاری به ترابه انشاءالله خدا خواهد تیاری به روزه انشاءالله خدا خواهد همون کمر همت بسته خدا خواهد آیلوی انشاءالله خدا خواهد هممون روزه دار باشیم هممون عبادت الله کنیم خدا خواهد. این یک ماه روزه مهمان برادر یک ماه روزه میگد آید از بهشت روزه از طرف بهشت میاد بوی خوب داره بوی خوش داره انشاءالله خدا خواهد. مؤمن ها باید که راحت کننش در کار غمگین نشدن در کار او حکومت ای خوردن موندم ای 20 موندم ای 40 موندم ای مرکو توی نمیشه ای بزرگ خوردنش موندم نه خرسان شه انشاءالله خدا خواهد با خرساندی قبولش کن. خدای تعالی آتش دوزخ جسد حرام میکنه. کسی که میگه اگر خرسان شو با پیشوازگیری چی ماه مبارک این ماه فیضش عموما دیگه عموما پیامبر بزرگ میگه 3 دهند تقسیم شده 3 دهه مثال اوسطها اولها رحمتون و اوسطها مغفرتون و آخرها عتق من النیران. 10 روز اگر روزه گیری رحمت خدا در لایق میشه خدا به نظر رحمت نگاه میکند 10 روز میونش گیری مغفرت گناه تمام گناه الله 1 سالش نیست که میپرته
و دهه آخرگیری اتقو من النار، از آتش دوزخ الله خلاصت میکنه. من فیضش، من درجهش. 3 دهه 3 خصوصیت داره. ببینید 3 خصوصیت. از این خصوصیت ها باید ما محرم نشیم انشاءالله. خدا خواهد ای حاضی مشق کنی، هر روز نمروز گیر منم، ما باید که ما شما مشق کنیم. بد یک هفته نه، یک بار دو بار گرفته، اگر آدم عادت کنه گرنگ نمیشه. بعد که من نمیکنم یک بار روزه میگیری، بعد 3 روز 4 روز لاحظ میشه. نیک اگر گرفته گرده که فرق نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم 15 روز ماه شعبان میگرفت، 15 روز آخرش میخورد. تیاری میدید بچی ماه مبارک. گاه سنجیدن رکابت خداتونه انشاءالله. خدا خواهد کنی به همین آدم عادت میکنه، دخت لاحظ نمیشه، یه روز 2 روز مونده نمیشه. رفتن میگیری با هم قوت، همون قوت، همون گپ، همون رفتار میشه. لیکن افسوس هم نمیکنیم. برای بعد آزار میکشیم، لیکن آزاری نداره. میگه بنده میگه میترسد از تشنگی، میترسد از گشنگی، خدا خودش انشاءالله آسان میکنه. خدا خودش قوت میتیه. نترسه میگه ای تشنگی، از تشنگی میگه لرزانی، نترس. ای گشنگی نترس، خدا خودش آسان میکنه. نگاه ها ماهی رمضان خدا خواهد بی افسری هم روزه میگیریم. یکی وقت میخیزیم که آفتاب برمده، میخیزیم که وقت گذشته میسون، با هم روزه با خوردگی نه با قوت احلا بلند میتیه. خوردگی نه با قوت بلند. مثل میدیم در ماه رمضان 18 ساعت 19 ساعت روزه گرفتیم. تو روی اوزی چند قای من اوز سکسکه قسقه شده اومدن میگیره. من ساعت 9 روزه 8 نیم روزه شده که جو موشید. تو روی موی سرطانده. حوضی خدا خواهد چه من ساعت 15 کم 6 نه 6 دسته 7 8 2 ساعت از عقیب اومدیم. ای پیشینه یا که 2 ساعت ای بومداد پیش اومدگیم. چون که ساعتی هم چی میخستیم 2 میخستیم 2 نخستیم 3 نم دا محکم کرد نکن مثال. چون که قسقه چیده میرفت وزی که دولی درازه کم قسقه میشه. ولی من خدا خواهد انشاءالله روزای کوته من با روزای بیکاره چیگی الحمدلله که اگر بر زمینت شوه 2 روز کچکه میشوندگیسی الحمدلله دیگه کنی کار تلیمی فقط خواهیم خیرساری همه خورده خواه همه هم تلی برای همین خدا خواهد که روزکا غنیمت دونسته اما خدا خواهد اویلوم که گیریم شاید الله راضی شد خدا خواهد چون که تا سال دیگر الله میدوند میرسیم نمیرسیم. مثل چند تا کنی روزه دارو چند تا پیرکی و چند تا نماز خونه های بینو برفت 1 سال درون شده. این همی خیلی حیات بلکه نوبتی ما و شما میرسه در این سال. همین همیشه چکا کنیم پیوسته انشاءالله طاعت عبادت روزانه چکا کنیم میونی کمری همت بسته خدا خواهد تیاری بینیم الله خودش انشاءالله مددگار میشه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. بسم الله الحمدلله الصلاة و السلام علی رسول الله پاک و پروردگار. آنچه مسائلی که ذکر کردیم اولا به یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جاگیر بگردانی از بلاهای ارضی و سمای در پناه خود نگهبان باشی. صاحب شد گذشتگان همین اهل جمعیت همین مسجد آباد که رفتگیام خدا طریق رحمت شایسته جنت بگردانی. ما زنده ها را در حفظ و پناه نگهبان باشی تا دمیدن صبح از بلاهای ارضی و سمای خدا آنها خود در پناه نگهبان باشی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله